یک تحقیقات ژورنالیستی BBC و مدیا زونا اسم 72 شهروند تاجیکستان را معلوم کرده است که از طرف روسیه به جنگ اوکراین رفته آنجا کشته شدند. این آمار از معلومات طرح زیستن میخواهم اوکراین به مراتب کمتر است که ماه اپریل نشر شده بود. در آن فهرست گفته شده بود که از 931 زاده تاجیکستان 196 نفرشان کشته شدند. این گزارش چی تازگی ها دارد؟ حالا با همکارم طاهر سفر بررسی میکنیم. بله خیرمان، بعد از نشر فهرست شرکتداران و قربانیان تاجیک در جنگ روسیه ضد اوکراین ظاهرا آمار اخیر در نظر گویا کمتر می نماید. چند پیش رسانه‌های اوکراین در تحقیق با نام زیستن میخواهم روی خطی بیش از 900 تاجیک را نشر کردند که به جنگ اوکراین رفتند و 196 نفرشان کشته شدند. تحقیق نوی BBC و وبسایت مدیا زونا بر اساس معلومات دقیق هویت هر یک قربانی آماده شده است. در این گزارش پژوهشی آمده است که در جنگ روسیه در اوکراین در 4 سال گذشته بیشتر از 118,000 نظامی روس جان دادند. در میان آنها 523 شهروند از 28 کشور خارجی می باشند که بر اساس قرارداد به جنگ رفتند. در گزارش آمده است که شمار بیشترین تلفات از حساب شهروندان کره شمالی است و تعداد آنها از 600 نفر بیشتر است، هرچند سنجیدن اطلاع درباره این گروه خارجیان بسیار دشوار است. از میان هویت‌های تصدیق شده در تحقیقات شمار شهروندان تاجیکستان 72 نفر بوده است. بیشتر از نصف آنها به تاکید محققان از زندان‌ها به جنگ برده شدند و بر اساس قرارداد با شرکت واگنر. با گفته مؤلفان پژوهش 43 شهروند تاجیکستان که در جنگ کشته شدند مستقیم از زندان‌ها به جنگ رفتند. در 5 گانه بیشترین خارجیان کشته شده در جنگ شهروندان نپال، ازبکستان، گرجستان و اوکراین یاد شدند. طاهر، تا حال ما هم معلومات پراکنده و هم مثل این گزارش تنظیم شده بیرونه را درباره شمار تلفات شهروندان تاجیکستان در جنگ روسیه و اوکراین دیده ایم، اما آیا مقامات در تاجیکستان این همه آمارها را شرح میدهند؟ مقامات در تاجیکستان میگویند که روسیه به آنها چنین معلوماتی نمیدهد. سال 2023، یک سال بعد از شروع جنگ، رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی به خبرنگاران گفت که تقریبا 100 شهروند تاجیکستان از زندان‌های روسیه به جنگ در اوکراین فرستاده شدند. از آن زمان تا کنون خبری مرگ ده‌ها تاجیک در جنگ رسانه‌ای شده است و مقامات هم یادآور شدند که شهروندان تاجیکستان برای شرکت در جنگ‌های خارجی و جوابگری جنایی کشیده می‌شوند. اما با فرق از ازبکستان همسایه که آنها چند نفر برای شرکت در جنگ اوکراین را زندانی کردند، درباره چنین حادثه‌ها در تاجیکستان تا حال گزارش نگرفتیم. آنچه که تا حال معلوم است در میان شهروندان تاجیکستان آنهای هم هستند که همچون شهروندی روسیه و اختیاراً به جنگ رفته و کشته شدند. تشکر. طاهر سفر بود با معلومات نو درباره قربانی‌های تاجیکستانی جنگ روسیه علیه اوکراین که آن را تحقیقگران BBC و مدیا زونا تهیه کردند.